رحمان بار دیگر دعوت کرد که رمضان به تأخیر گذاشته شود. امام علی رحمان آیت و حدیث ها اقتباس آورد. مقامات تاجیکستان طبیبان را مجبور میکند لباس های محافظتی بخرند. اکثر فقیهان اسلامی امام علی رحمان از ساکنان تاجیکستان که در صحرا کار میکنند دعوت کرد که ماه رمضان را به وقتی دیگر به تأخیر گذارند. مراجعت رحمان را خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور به مردم نشر کرده است. حالا بار دیگر به هموطنان عزیزم خاطر نشان می سازم که ماه رمضان این ساله علاوه به بیماری خطرناک کرونا ویروس به دوره اوج کشت و کار بهاری و جمع آوری حاصل بر وقتی برابر آمد. غیر از آن پرزیدنت رحمان درباره بعضی از عالمان اسلام سخن رانده میگوید که گویا فکر آنها به وقت دیگر گذرانیدن روزه‌داری جایز می باشد. همانا امام علی رحمان نامهای عالمانی که به آنها استناد کرده است نامبر نکرد. واضح و روشن است که طبق تعلیمات دین مبین اسلام سلامتی انسان و حفظ حیات آدمان از تمام فریضه های دیگر بالاتر است. این مسئله در سرچشمه های معتبر فقهی بارها و به تفصیل ذکر شده است. اکثر فقیهان اسلامی مقرر کردند که به کشاورزان، چارواداران و شخصان مشغول با دیگر کسب و کارهای پرمشقت که گرسنگی یا تشنگی سخت به سلامتی آنها ضرر می‌رساند خوردن روزه اجازت است. اینچنین اظهار نمود که اگر کارگری صحرا در رمضان روزه بگیرد به سلامتی خود دیده و دانسته ضرر رسانیده است. یعنی ما نباید دیده و دانسته در نتیجه ننوشیدن آب و نخوردن خوراک که خصوصاً به سلامتی کلانسالان ضرر دارد به جان خود جبر کنیم و به خودکشی دست زنیم. نرویم کیش نکنیم، درو نکنیم. در زمستان یادداشت میکنیم که امام علی رحمان سال گذشته نیز به کوچانیدن رمضانی کارگران صحراها و بیناکاران نیروگاه برقی آبی راغون دعوت کرده بود. در آن زمان مراجعت مذکور از جانب امام خطیبانی درباری دستگیری یافته بود. باید اون کار رو انجام بدهند و روزهشون رو میخورن و در مدتی مناسبی خوب یعنی روزهشون رو برای یک روز خوردگیشون یک روز قضا میدارن. خبرنگاری خبرها برای شرح موضوع به شاکرخان دام الله از شهر دوشنبه مراجعت نمود. تمام مذهب‌های اسلامی از جمله مذهب حنفی یکدلانه اعتراف میکنند که گرفتن روزه در ماه مبارک رمضان وظیفه هر یک مسلمان عاقل بالغ است. تنها زمره شخصانی که در آیات نامبر شدند از این مستثنا میباشند. الله سبحانه و تعالی میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. ای کسانی که ایمان آوردید روزه داشتن بر شما مقرر شد همچنانی که بر کسان پیش از شما بودن مقرر شده بود تا پرهیزگار شوید. روزهای به شمار هر کس که از شما بیمار یا در سفر باشد و همان عدد از روزهای دیگر روزه بدارد. همین طور تمام مردم به استثنای بیماران و مسافران باید در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند. این چنین طبق دیگر متنهای شریعت موقوف گذاشتن زنان حامله‌دار و شرمک اجازت داده شده است. خوردن خوراک در ماه رمضان بدون عذر شرعی گناه است بزرگ، چنانچه در حدیث ابن حبان از ابو امامه باهلی روایت کرده است که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند: شنیدم که من خواب بودم و بعد از آن دو مرد به نزدم آمدند. آنها مرا از دستم گرفته مرا به کوه بردند و آنگاه فرمودند: بالا برایت. من گفتم من این کار را کرده نمیتوانم. آنها گفتند ما به شما کمک خواهیم کرد. من به قله که برآمدم و ناگهان صدای بلند را شنیده از آنها پرسیدم این چه صداست؟ گفتند این غرش دوزخیان است.
سپس آنها همراه من رفتند و من دیدم که آدمان از رگهایشان آویزان هستند و دهانشان کنده شده است که از آنها خون جاری می شد. من گفتم آنها کیستند؟ جواب دادند اینها کسانی هستند که پیش از آمدن وقت افطار خوراک می خوردند، یعنی بدون عذر شرعی روزه نمی گرفتند. امام ذهبی در کتاب کبائر می گوید مؤمنان اطمینان دارند که کسانی که در ماه رمضان بدون بیماری و بدون سببهای کافی روزه نمی‌دارند از شخص زناکار و میزده دیده بدتر است. علاوه بر این آنها به پیروی او به اسلام شبهه دارند. رئیس جمهور رحمان بار اول نیست که چنین تکلیف را پیشنهاد می‌کند. معنای به احترامی نسبت یکی از رکنهای اسلام را دارد. این تعجب آور نیست، زیرا با نظر داشت آنکه در طول بیش از 25 سال حکمرانیش تمام کوشش‌های امکان پذیر را برای ادامه دادن کار مستملکه‌داران شوروی روسیه برای نابود کردن دین در کشور ما انجام داده است. او تنها درباره صحت برآمدن از بحران اقتصادی قریب الوقوع اندیشه دارد که در آن او تنها با میلیون‌ها سابق مهاجران مهنتی در کشور باقی خواهد ماند و آنها بی نهایت ناامید از آن که اقتصادیات تاجیکستان تنها به انتقال پول از روسیه وابستگی دارد، در حالی که ثروت زمین ما به خطایها با نرخ ارزان فروخته می شود و بودجه کشور از طرف کلن رحمان غصب می شود. قحطی و قیمتی و نقص با وجود میاد. پیامبر اسلام رئیس جمهور رحمان ضمن سخنرانی به مناسبت ماه مبارک رمضان آیات‌های قرآن و حدیث‌ها را فعالانه اقتباس آورد. از جمله او آیات‌ها و حدیث‌های مربوط به خیریه و کمک به نیازمندان را اقتباس آورد. صدقات در همه گونه شکل مخصوص طبقه های نیازمند می باشد و باید به آنها داده شود. در سوره توبه قرآن مجید نیز آمده است جز این نیست که صدقه ها برای فقیران و بینوایان و آنان که دلهایشان الفت داده می شود و برای وامداران و برای مسافران است و آن حکمی ثابت شده از نزد خدا است و خدا دانای درستکار است. سپس او سخنان پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم را اقتباس آورد. رسول خدا در ادامه خطبه می فرماید به نیازمندان صدقه دهید. در جواب بعضی از اصحاب پیامبر پرسیدند همه ما قادر به دادن صدقه نیستیم. پیامبر در پاسخ فرمود بگذار صدقه شما به اندازه نصف دانه خرما و یک جرعه آب باشد. مشاهدان قید میکنند که رحمان محض همان متنهای مقدس اسلامی را اقتباس آورده است که به مردم برای نجات یافتن از بحران اقتصادی در پیش ایستاده کمک میکند و رژیم باشد پس از بحران اقتصادی بحران سیاسی را انتظار خواهد شد. در سگمنت تاجیکی شبکه‌های اجتماعی جنجال به میان آمده است که مقامات طبیبان را مجبور می‌کنند که از حساب خود لباس محافظتی از کرونا ویروس با ارزش 150 سومانی خریداری نمایند. استفاده برنده با نام لاله یعقوبова نامه با غضب نشر کرد که در آن نوشته است طبیبان مجبورند لباس‌های محافظتی را به مبلغ 150 سومانی خریداری نمایند. این مبلغ را از کجا دسترس می‌کنند؟ کمک بشردوستانه در کجاست؟ آیا کمک بشردوستانه برای فروش است؟ این بی‌سر و سامانی در ساحه تندرستی کی به پایان می‌رسد؟ غیر از این در شرح گزارش مذکور صدها نفر تاجیکان با غضب و تصدیق این معلومات شرح‌های خود را گذاشتند. استفاده برنده دیگری با نام مرحبا در شرح می‌نویسد همه چیز را خودم خریدم. نقاب‌ها، آنتیسپتیک‌ها، دستپوش‌ها و کلاه‌ها را در دوام هر 2 ساعت عوض میکنم. لباس محافظتی تا حال سفارش داده نشده است. یادداشت میکنیم که قبلا اتحادیه اروپا به تاجیکستان برای مبارزه علیه کرونا ویروس 48 میلیون یورو جدا کرده بود. این چنین به طور علاهیده
1.3 миллион евро барои либоси муҳофизатии кормандони тиб ва 780,000 евро барои муассисаҳои таълимӣ низ ҷудо карда буд. ғайр аз ин, Тоҷикистон ҳар сол аз кишварҳои гуногун ва созмонҳои байналмилалӣ кӯмаки башардӯстона мегирад, ки маблағи он ба $10 миллион мерасад. Масалан, танҳо дар 7 моҳи соли 2019 ба Тоҷикистон ба маблағи зиёда аз $35 миллион ёрии башардӯстона аз ҷумла орд, равғани растанӣ, доруворӣ, ҷиҳозҳои тиббӣ ва бисёр чизҳои дигар ворид шудааст. манбаи хабарҳо дар яке аз беморхонаи касалиҳои сирояткунандаи шаҳри Хуҷанд бо шарти ниҳонӣ гуфт, ки беморхонаи мазкур ҳеҷ гоҳ дорувориҳое, ки дар доираи ёрии башардӯстона гирифта шудааст, ройгон намедиҳад. яъне беморон ҳамеша барои ҳар як дору пардохт мекунанд. бо мақсади пешгирӣ интиқол ва паҳшавии бемории сироятии коронавирус COVID-2019 ва ҳамчунин дар сатҳи омодабошӣ қарор додани маҳсулоти тандурустӣ барои қабули нафароне ки аз ҳудуди минтақаое ки ба ин беморӣ яъне ки ногувор аст аз дигар давлатҳо ворид мешаванд аз тарафи соҳаи Центри экономикии вилоят мунтазам корбарӣ шуда истодааст.